وهابیست. اگر میگیم در اسلام روزه دو نیست، روزه سه نیست، شب جمعه نیست، چل نیست، خیرات های کارتکی نیست، این تویاد هتل نیست، چیزی که به نام اسلام است ایره برو یک پروژه اسلامی، یک دارالایتام بساز، یک مرکز دعوت بساز، یک تلویزیون اسلامی بساز که مردم روشن شوند. این گپا رو میگن نیست. تمام روز دیگبان خودت پیسه بده، خودت به نام کت رسول الله در تکر هستن، به نام رسول الله پیسه جمع میکنن، پس در مسجد خود دیگ میمانن، خودش میخورن، کت پیغمبر خدایی مردم در فریب هستن. در از این مردم چی بگوید؟ از به خاطر که یخن خودم پاره بکنه. اللهم اشکو الیک یا رب العالمین. عزیز مردم افغانستان مرا تو شکایت میکنه که ما چی بکنه؟ دختر ما را میکشن، اولاد ما را شهید میکنن، زن ما حجاب ما را بیجاب میسازن، لنگی ما را در برداری میپردون، سر ریش ما خنده میکنن، سر دست ما سر قرآن حدیث ما توبت میکنن. امروز در امریکا و اروپا دشمنان اسلام قرآن در میتن و بازم میکنن. 20 سال از دل ما کفی. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیست. اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرددار تو نان ببر، نان مرددار را نخو، میگه وهابیست. استاد دایی یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبر تا گفتن ساحر است، پیغمبر تا گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیادگرا هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت میکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. به گپ ما نمیمانه کو تلویزیون اسلامی که ما دو گپ بزنیم یا رب العالمین. در یک مسجد رفتم، یک دو ماه نماز جمعه میدادم، گفتن این ملا را سیاست گپ میزنن. لا اله الا الله چی معنای الله؟ کسی که ذات شبادت میشه و قانونش تطبیق میشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که تو باید سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا را سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباش. من 20 سال کشور کابل هستم، در مسجد امامت کردن نمیتونم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تعویضگر را تایید کنی، تو باید جادوگر را تایید کنی، تو باید سر مردم خاک قبرها را بخورانی، تو باید مردم را بگویی به قبر سجده کن. اون وقت باز تو را ما تایید میکنیم. خیلی چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم، والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام هست. یا الله تو شاهد هستی که ما 24 ساعت از قرآن از سنت از این را میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟ هم میکشن ما را، هم چهار دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از بالا پایین میبردن، هم پس خود ما را متهم میکنن و سر ما توبت میکنن و هم ما را به گد زدن نمیمانن. کی ما به گد مانده که ما گد نزدیم؟ هم تهدید میکنن، هم توهین میکنن. وقت 24 ساعت نگفتیم، از خلق آمده خستیم برای پروردگار، گفتیم یا رب العالمین تو خوب میبینی که با خاطر دین تو، به خاطر تطبیق قرآن، به خاطر سنت و پروردگار ما به خاطر دین تو یک بایسیکل هم از کس نگرفتیم. گاهی ما را نوکر انگلیس میسازن، گاهی نوکر امریکا میسازن. اگر من نوکر انگلیس امریکا باشم، نوکر انگلیس امریکا با میلیون دلار سرمایه داره، کدام بانک با اکاونت نمبر داره. همیشه شکایت خدا بر رب العالمین میکنه، هم تهدید، هم توهین، هم تهمت، هم ذلت و همه چیز. با کی شکایت خدا بکنیم؟ برای رب العالمین. 10,000 مسجد ساختن برای فاتحه گیری. خدا امروز پیغمبر وقتی که
صحابه مرتضی گیری کرده که اون دو کتبوتای خدا مسجد در خانه خدا داخل شد. به درس تفسیر کس را نیامد، به درس حدیث بسته کرد به خاطر که تو واقعیت میدی. مولوی متوکل درسای تفسیرش بسته کردن، در مساجد نمیمانش که درس تفسیر بده. مولوی عبدالحسین وقتی که بزد خرافات گپ زد به نام داعش رو بندی کردن. فقط بزد خرافات، بزد نبی کسایی که خاک سر مردم میخورن و سر دین مردم تجارت میکنن. والله بالله ما 13 سال است که بستری ما در گوانتانامو عوار کردیم. هر لحظه منتظر از یه که باید در کجا برم؟ در گوانتانامو. یکی قسمت ما برای نیست.